سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اینجام تا در مورد رشته زیست سلولی و مولکولی باهاتون حرف بزنم. رشته زیست سلولی و مولکولی تا سال 97 اسمش ژنتیک بوده. بعد اومدن چون که ژنتیک فقط یک بخشی از رشته زیست سلولی و مولکولیه و این رشته بیسش یک نوع زیست محضه، اسمش رو تغییر دادن به رشته زیست سلولی و مولکولی و از سال 97 به این اسم هستش و ما الان در مقطع کارشناسی رشته به اسم ژنتیک نداریم. در واقع همینه. بعد این رشته از دروس مهمی مثل بیوشیمی، بیوفیزیک، ایمونولوژی، بافتشناسی و زیست تکوینی تشکیل شده به همراه آزمایشگاهشون. مثلا اگه شما رشته زیست سلولی و مولکولی رو انتخاب کنین، یک سری آزمایشگاه‌های مرتبط با بیوشیمی مثل آزمایشگاه شیمی عالی و اینها رو در 4 تا درسیتون خواهید داشت. این رشته هم میتونه پژوهشی باشه و هم درمانی، یعنی هم زیر شاخه علوم پزشکی و هم زیر شاخه علوم تحقیقات محسوب میشه. دامنه پژوهشیش بسیار گسترده است و قشنگ مناسب اون سری آدمایی هستش که میخوان یک رشته پژوهشی رو بردارن و در حیطه‌ای مثل داروسازی، علوم اعصاب، علوم شناختی، بیماری‌های ژنتیکی، پزشکی مولکولی، سمشناسی مولکولی و صدها موضوع دیگه میشه پژوهش کردش. و این رشته علوم پایه است، رشته مادره و اینها به طرز خارق العاده بخش اعظم شخصیت ما رو شکل میدن. حالا جدا از تاثیرشون توی فیزیولوژی و متابولیسم بدن ما، توی حیطه‌های شخصیتی، ضریب هوشی، استعدادها، اختلالات روانی، انعطاف پذیری مغز و حتی در بعد وسیع‌تر فرهنگ جامعهمون رو تحت تاثیر قرار میدن. و به نظرم اینجا باید از اهمیت رشته زیست سلولی و مولکولی یک مقداری آگاه شده باشیم. این رشته طبق یک جامعه آماری که از دانشجوها توی سال 2024 انجام دادن جزو 10 رشته سخت دنیا هست. من دیگه در این حد فکر نمی کردم سخت و گسترده باشه، ولی خب طبق این جامعه آماری این شکلی بودش. و در این رشته چون که یک رشته پژوهش محور، امکان تحصیل توی خارج از کشور بسیار بالاست. از رشته‌های علوم پزشکی خیلی راحت تره چون که این رشته تعهدات اونچنان سختی نداره و شما بعد از یک مدتی که مدرکتون آزاد شد میتونین برای خارج از کشور اقدام کنین. رشته زیست سلولی و مولکولی واحدهای مشترکی با زیست فناوری، همون بیوتک، زیست گیاهی، زیست جانوری و میکروبیولوژی داره. حالا این رشته یک سری تفاوت‌های کوچیکی دارن. مثلا رشته میکروبیولوژی واحدهای آزمایشگاهیش بیشتره، ولی زیست سلولی واحدهای تئوریش بیشتره. گفتم یک زیست محض به نوعی. یا رشته زیست فناوری واحدهای صنعتیش مثل بیوانفورماتیک بیشتره. و ما توی سال اول بیشتر کلاسامون مشترک بودش و رفته راهمون جدا میشه و رفته که درسامون تخصصی تر میشن، کلاس هامون به صورت جداگونه برگزار میشه. در مورد رتبه های قبولی این رشته باید بهتون بگم که دانشگاه تهران توی سال 1402 اینها فقط یک نمونه هایی از قبولی ها هستن. در واقع رشته های بیشتر به تعداد محدود و رتبه های بیشتر، رتبه های کمتر هم بودن. دانشگاه تهران از منطقه 3 حدود رتبه 3000 رو گرفته، از منطقه 2 حدود 5000. شهید بهشتی حدود 9500 منطقه 3، 7000 منطقه 2 و 4000 منطقه 1 رو گرفته. و اصلا نگران نباشین، اگه رتبتون خیلی خوبم نشد میتونین توی دانشگاه آزاد تحصیل کنین، ولی خب یک مقدار شهریه و خوابگاه رو دانشگاه دیگه قبول نمیکنه، خودتون باید پرداختش کنین. و دانشگاه آزاد هم رتبه حدود 40000 منطقه 2 و منطقه 3 یک مقدار بیشتر رو قبول میکنه. در کل اگه رتبتون زیر 10000 منطقه 3، حالا منطقه 2 منطقه 1 یک مقدار کوچیک‌تر باشه، میتونین در مورد دولتی‌های تهران امیدوار باشین. گرایش‌های ارشد این رشته به 2 قسمت دسته‌بندی میشن. چرا که بعد از اینکه شما فارغ التحصیل شدین از دوره کارشناسی، میتونین یا تحت نظر وزارت بهداشت باشین و یا تحت نظر وزارت علوم. رشته های تحت نظر وزارت بهداشت و چون سهمیه‌شون کمتره، به عبارتی دانشجو کمتر میگیرن، کیفیتشون بیشتره و همچنین شما مثلا اگه
ارشد و دکتراتون تحت نظر وزارت بهداشت باشه میتونین شماره نظام پزشکی بگیرین و بعدها کلینیک و آزمایشگاه خودتون رو تأسیس کنین. ولی در کل گرایش‌های پرمتقاضی وزارت بهداشت عبارتن از ژنتیک انسانی، ژنتیک پزشکی، ایمنی شناسی، ایمونولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، هر چی شناسی پزشکی هستش توی این وزارت بهداشت. قارچ‌شناسی پزشکی، انگل شناسی، سم شناسی، اپیدمیولوژی، علوم تشریح، هم آناتومی و فیزیولوژی. گرایش‌های پرمتقاضی وزارت علوم هم زیست سلولی هست، ژنتیک مولکولی یا مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوتک میکروبی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوتک دریا، بیوتک صنعتی و بیوتک محیط زیست هستن. اگه بخواین چارت تحصیلی رشته زیست سلولی و مولکولی رو داشته باشین میتونین برین از سایت دانشکده بخش آموزشش دانلود کنین، ولی من اینجا یک سری از دروس مهم کارشناسی رو آوردم، مثل بیوشیمی ساختار، آناتومی، بیوشیمی متابولیسم، جانورشناسی، گیاهشناسی، زیست تکاملی، میکروبیولوژی، ایمنی شناسی، بیوفیزیک، مهندسی ژنتیک، بیوانفرماتیک که الان خیلی بازارش داغه توی خارج از کشور، شبیه سازی مولکولی، داکینگ. با داکینگ میتونین فاندهای $1,000,000 بگیرین اگه کارتون خیلی خوب باشه. سلول‌های بنیادی، زیست سرطان، متون تخصصی زیست سلولی و 1000 تا درس دیگه. ما اون جلسه‌ای که اون جشنی که برای نوورودی هامون گرفته بودن، در واقع ما بودیم، توشون اومدن چارت‌های درسی رو به صورت کلی بهمون نشون دادن و رشته زیست مولکولی از اون یکی شاخه‌های زیست خیلی واحداش بیشتر بود و مثلا 10-20 واحد فرق داشتیم. درسته درساش سنگین‌تره ولی به نظر من ارزشش رو داره. در مورد مسیر شغلی الان میخوام حرف بزنم، ولی قبلش میخوام بگم که شاید تو جامعه اینو تو دهنا انداختن که رشته‌های علوم پایه شغل ندارن، ولی اینطور نیست. رشته‌های علوم پایه برای اون سری افرادی که صرفاً اومدن یک مدرکی گرفته باشن شغل ندارن. برای اونی که کارش درسته، هم توی ایران هم خارج از ایران کار هست. یعنی مثال بالایی هامون هستن که خیلی موفقن توی رشتهشون و چه داخل ایران چه خارج از ایران درآمد خودشون رو دارن. پس این نظریه رو بندازین دور و بیاین الان به من گوش بدین. مسیر شغلیش حدود 5 تا مسیر رو داره که من اینجا نوشتم و در کل اینو در نظر داشته باشین که من گفتم توی طراحی مسیر شغلی شما نیاز به خلاقیت دارین. توی رشته علوم پایه 10 برابر باید این نیاز رو بیشترش کنین، چون واقعا میطلبه و یک مسیر از پیش تعیین شده جلو روتون نیست و خودتون مسیر خودتون رو آغاز میکنین با توجه به اون مهارت هایی که یاد میگیرین، اون مهارت های آزمایشگاهی که یاد میگیرین، اون دوره های کارآموزی که میگذرونین، اون فعالیت هایی که توی دانشگاه دارین. ولی خب اولین و ساده ترینش کار توی آزمایشگاه ها هستش و شما هر جایی آزمایشگاه باشه، چه توی بیمارستان چه مرکز خصوصی، آزمایشگاه های ژنتیک، پاتولوژی و پاتوبیولوژی میتونین کار کنین. این شاخه درآمدش کمتره ولی خب امنیت شغلی بیشتری داره. حدود درآمدیش بین 15 تا 25 میلیون الان در مرداد ماه سال 1403. شاخه بعدیش تحقیق و پژوهش. شما اگه رزومه خوبی برای خودتون ساخته باشین، حالا توی دوره کارشناسی معدل بالای 16 و یک سری فعالیت های کارآموزی هستش که شما میتونین خودتون رو ارائه بدین به صورتی که خیلی علاقه‌مند به رشته بودین و یک دید علمی دارین و کارهای پژوهشی انجام دادین. حالا ممکنه نتونین مقاله بنویسین ولی خب فعالیت داشتن توی آزمایشگاه و کارآموزی خیلی به دردتون میخوره و بعدها فاند بگیرین. الان آمریکا و کانادا فاندهای $40,000 $50,000 میدن که اگه یک تجربه شخصی رو بخوام بهتون بگم، یکی از دوستان فاند $44,000 رو گرفت. فاند سالانه هستن اینا، یعنی 2.5 میلیارد در سال و با این پول میتونه هم هزینه دانشگاهش رو بده، هم خونش رو اجاره کنه و یعنی اجاره خونش رو بده و هم به خورد و خوراکش برسه و یک مقداری رو هم پس انداز کنه و این شاخه این شکلیه. مورد بعدی تأسیس استارتاپ هست که اول شما باید یک ایده ای رو داشته باشین، بعدها
دنبال یک حامی بگردین. حالا دانشگاه تهران پارک علم و فناوری داره که من نمیدونم در چه حد اینا پشتیبانی میکنن، ولی خب از استارتاپ های نوپا میان یک مقدار پشتیبانی خودشون رو انجام میدن و یک مقدار کلاس هایی رو در زمینه این پرورش ایده براتون میذارن و کمکتون میکنن. خب علاوه بر اینکه ایده اولیه خوب باید داشته باشین، یک سری مهارت‌هایی در مورد رهبری کردن باید کسب کرده باشین که اینا بخش مهارت‌های نرم محسوب میشن و شما باید توانایی دیل کردن با آدم‌های متفاوت و توانایی تحمل چالش‌های روزانه که الان ما توی زندگی روزمره‌مون هم حتی داریم، چه برسه موقع تأسیس استارتاپ که یک مقدار ریسک پذیر هست و یک مقدار سرمایه اولیه رو هم میطلبه. از جمله استارتاپ های موفق میتونیم به پاسو، رویان، سیناژن اشاره کنیم. مورد چهارم بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی هستش که یک طورایی میاد زیست رو وارد کامپیوتر میکنه و ساده سازیش رو انجام میده. این شاخه توی خارج از ایران درآمدهای زیادی رو داره و البته یک توان بدنی و توان ذهنی بالایی رو میطلبه. رشته آنچنان سختی نیست، ولی خب باید علاقه‌مند تکنولوژی باشی که بتونی توی این رشته موفق بشی و جزو شاخه‌های بسیار مهم و آینده‌دار هم محسوب میشه. مورد پنجم و آخرین موردی که میخوام بگم تأسیس آزمایشگاه و کلینیک هستش که برای این کار شما باید دکترا و ارشدتون تحت نظر وزارت بهداشت باشه و با یک پزشک همکاری کرده باشین. یک مقدار برای فارغ التحصیلای علوم زیستی سخته، برای دانشجوهای علوم آزمایشگاهی راحت تره، ولی میشه انجامش داد و میتونی آزمایشگاه های ژنتیکی بزنین. همین. Afraid to go on this ride. I'm scared.